سوال بعدی، قطره میتونیم تو گوشمون بریزیم، تو بینیمون بریزیم، تو چشممون بریزیم؟ اگر دکتر گفته در روز رمضان قطره استفاده بکن، منافذ مفتوح داریم شامل گوش میشه و بینی و دهان، این سه تا منافذ مفتوح بهش میگن. اگر قطری از این سه کانال وارد بدنت کردید چه؟ علما گفتن چون منافذ مفتوحه روزه رو باطل میکنه. اما قطره چشم گفتن چشم منافذ مفتوح نیست، روزه رو باطل نمیکنه. آمپول اگر که مغذی نباشه یعنی حالت تقویتی سرم نباشه اشکال نداره. اسپری که تو اونایی که آسم دارن میتونن که روزه نگیرن فدیه بدن، روزی 1 کیلو یا 700 گرم تقریبا به اندازه 2 مشت متوسط، نه بزرگ نه کوچک، 2 مشت متوسط، کمتر از 1 کیلوست، حول هوش شاید 700 گرم. ولی شما اگر دوست داری همون 1 کیلو کامل بکنید، به نفع فقیر میشه. هرچی به نفع فقیر بیشتر کار بکنید، چون پیامبر یک از دعاهایی که کرده بود خدایا خود به مساکین به من بده. پس قطره فقط تو چشم روزه رو باطل نمیکنه، گوش و بینی و دهان منافذ مفتوحه. بعد اسپری، گفتیم اسپری اونایی که آسم دارن، بله فقیر نوازی بود دیگه، اونایی که آسم دارن روز 1 کیلو فدیه بدن، چون آسمی که از بیماری های مزمنه و ولشو نمی کنه.